شما امام حسینی شدیم، با صدای شما به تکیه ها رفتیم، با صدای شما اشک ریختیم و با صدای شما سینه زدیم. حاج حسین فخری عزیز در جمع ماست و من میخوام دعوت کنم از ایشون تا چند دقیقه ای از صدای گرم و عرفانی ایشون مستفیض بشیم و لذت ببریم. بدرقه بفرمایید مداح عزیز و ارجمندمون رو، پیرغلام ابا عبدالله حاج حسین فخری رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوش اومدید. قربان شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اصلا آمادگیش ندارم که اینجا چیزی بخونم، چون این دوستان اومدن گفتن که یه چیزی بخون، ولی واقعا آقای دکتر خوندنم نمیاد. واقعیته. عرضم به حضورتون، من خیر مقدم میگم خدمت شما بزرگواران، آقای دکتر قالیباف و مسئولین محترم، آقای مطوری و امام جان، مقام معظم رهبری آقای موسوی فر. من به عنوان یک رزمنده خرمشهری شاهد جانفشانی‌هایی در خرمشهر من بودم. شاهد بودم که برادران ارتشی چه شکلی جانفشانی می‌کردند در این درگیری‌های خرمشهر. شاهد بودم که نیروهای تکاوران نیروی دریایی چه شکلی می‌جنگیدند. ما اون موقع 15 سال یا 16 سال بیشتر من نداشتم. شاهد بودم که 2 تا اتوبوس از قم اومدن خرمشهر و جنگیدن. شاهد شهادت شیخ شریف قنوطی من بودم. شاهد رزمندگانی که واقعا جانفشانی کردن، نیروهای مردمی، بچه‌های سپاه، بچه‌های بسیج و خود فداکاریایی که مردم خرمشهر کردن. ولی جناب آقای قالیباف، بعد از آزادسازی خرمشهر متاسفانه به این شهر نرسیدم. تو رو به خدا به این خرمشهریای عزیز برسید. بحث اشتغال زایی هستش. الانم هر بزرگواری اومد اینجا همین صحبت‌ها رو کردن. خرمشهر هممون میدونیم بزرگترین بندر خاورمیانه بوده. چرا الان باید وضع گمرکش این باشه؟ چرا اشتغال زایی نباشه؟ چرا سرمایه‌گذارها نیان اینجا سرمایه‌گذاری بکنن؟ اگر اشتغال زایی باشه به والله فقر از خرمشهر، نه بلکه از خرمشهر، از تمام شهرستان‌ها میره. فقر باعث بیسوادی میشه، فقر باعث فساد میشه، فقر باعث این میشه که اگر طرف آقا نداره نماینده‌ای که میخواد بیاد میره شناسنامه‌اش میفروشه. چرا باید اینجور باشه؟ وقتی فقر که بیاد به خاطر یک مقدار پول یا یک سیم کارت، قبلا ها الان نیست شکر خدا، یا به خاطر یک خورده خوراکی آقا میان و به این نماینده رو میفرستن توی مجلس. خب وقتی که آقا جون شناسنامه یعنی هویت خود رو وقتی بفروشی، اون نماینده اگر اومد داخل مجلس ایران رو میفروشه.